سلام عرض ادب خدمت دوستان. خودروی سمند F7 یه کار خیلی جالب انجام دادیم. حالا میخوام ببینم شاید کسی دوست داشت براش انجام بدیم. خیلی جالبه. نگاه کنین قسمت باتری، دیگه باتری رو اینجا ورداشتیم، باتری دیگه داخل موتور نیست. نگاه کنین از اینجا مثبتش رو بردیم از زیر، از قسمت بغل ماشین کلا از زیر اومده، باتریش اومده این قسمت. نگاه خیلی جالبه، خیلی کار جالبیه. خلاصه استارت هم برات بزن. استارت بزن وایس استارت هم بزنیم. داخل صندوق گرفتیم. آره یه استارت بزن. داخل موتور آره گرفتم. آره بزن استارت بزن. نگاه کنین باتری اصلا رو ماشین نیست. حالا خودرو رو نگاه کنین، این هم از خودرو مرتب، این هم از کارکردش. گفتم هر گونه تعمیرات فرق نداره، خودرو ایرانی و خارجی، کار برقم کامل با ضمانت، چه مکانیکی چه برق چه جلوبندی انجام میدیم با ضمانت. همین دیگه. اگرم دوست داشتین هستیم خدمتتون، میتونیم همچین کاری برای خودروهاتون انجام بدیم. خیلی عالی. جان و سفرات. باتری صندوق باشه مخصوصا برای تابستانا دوامش شاید 2 برابر بیشتر هم باشه. خود سفرات همچین نظری خیلی هم عالیه. نگاه کنین تو فصل گرما باتری وقتی داخل موتور، مخصوصا سمند F7 یا ماشینای دیگه، نه گرمه بعد باتری عمرش میاره پایین، ولی وقتی داخل جعبه باشه خیلی خنک از هر لحاظ. یعنی یه چیزی بگم، اگر فردا دزدم بیاد بزنه ماشین کاپوت بزنه بالا، فکر میکنه اصلا یا باتریش بردن یا نیست. اصلا خیلی کار جالبیه. همین دیگه. ممنون، مرسی.